الاسلام و المسلمین مهدی دانشمند و سادله جلوه دادن پیامبر الهی یحیی علیه السلام. یه روز حضرت یحیی شیطون رو دید گریه میکنه. عجب حقه بازیه. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت من هرچی میخوام با خدا آشتی بکنم خدا با من آشتی میکنه. گفت تو میخوای توبه بکنی؟ گفت گفت دست از شیطنت میخوای برداری؟ گفت خدا پدرتو بیامرزه. یحیی بیچاره خوشحال شد که شیطان میخواد توبه کنه. گفت خدا قبول نمیکنه. گفت من پیغمبر خدا، من واسطه میشم، قصه نخور. فردا همین موقع اینجا وعده. گفت باش. یحیی اومد مناجات کرد، خدایا شیطان میخواد توبه کنه، چرا باش آشتی نمیکنی؟ ندا اومد یحیی این دروغ میگه یک حقه بازیه میخواد سر تو هم. این نه خدایا داشت گریه میکرد. یا یحیی خذ الكتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هی یحیی، کتاب را به خوبی و با تمام توان فرا بگیر و به او در حالی که کودک بود حکمت دادیم و از سوی خویش به او محبت و شایستگی بخشیدیم و او پرهیزگار بود و نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و سرکش و نافرمان نبود. سلام بر او روزی که متولد شد و روزی که وفات نمود و روزی که زنده برانگیخته می شود. بینندگان گرامی، ببینید چگونه آقای دانشمند رسول الله یحیی علیه السلام را که قرآن این چنین زیبا او را می ستاید شخصی ساده‌لوح جلوه می دهد که شیطان به راحتی او را فریب می دهد. آیا یحیی نمی دانست که شیطان تا روز قیامت دشمن انسان باقی خواهد ماند؟ آیا این توهین به پیامبران الهی نیست؟